اگر میخواین ببینین که یک نفر چقدر درون زیبایی داره، ببینین که چقدر از ساده ترین اتفاقات زندگی خوشحال میشه. دیدین بعضیا که هیچی به نظرشون زیبا نیست؟ همه چی بده. اصلا جهان بده، آدما بدن، هیچی زیبا نیست. یعنی عنصر زیبایی در درونش در حال خاموش شدنه. و یه نفر دیگه تو همون شهر، تو همون موقعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره داره زندگی میکنه، ولی از صبح که بلند میشه حس خوب داره، حس شکرگزاری داره قلباً، چون زندگی براش زیباست. زیبا دیدن انعکاس عنصر زیبایی درون خود ماست، درون خود شماست. اون زیبایی تو زندگی نیست، اون زیبایی در ما جوشش پیدا کرده.